1400 سال است. درست است، اسلام یکی اسلامی تحقیقی است و یکی اسلام موروثی است. یک انسان میتونه یک مسلمان باشه، نماز نمیخواند، مشروب خوری میکنه، ولی میگه من نام مسلمان است. و یکی اسلامی حقیقی است، باید اسلامی حقیقی را پذیرفت. در اسلام حقیقی هیچ گونه جوازی نیست که یک دختر خانم با یک آقای که بیگانه است مثلا در یک زیر صف قرار بگیرد. مردم افغانستان در 20 سال در کدام رقم مسلمان بودن؟ مردم افغانستان مسلمان بودن، ما نمیخوایم به کسی توهین کنیم، اما اکثرا در اینجا اسلام آمریکایی و یک اسلام سکولاریستی حاکم بود. این باید پذیرفت. اسلام آمریکایی را میشه تعریف بکنید؟ اسلام آمریکایی اون است که مثلا به نام اسلام باشی ولی خواسته های غرب تو باید بپذیری. به نام اسلام باشی دختر با پسر باید دست بده. به نام اسلام باشی باید رقاصه خانه داشته باشی. به نام اسلام باشی دخترای عفیف و پاک دامن چند تا انسان‌های مغرض به نام ستاره شیطانی بکشانن با رقص پایکوبی اینها را بیارن. این اسلام آمریکایی است. ولی اسلام حقیقی میگه و قرن فی بیوتکم، تا زمانی که یک جایگاه اسلام برات مشخص نکرده است، یک جای مسکون سکونت در اونجا نباشه، در خانه باید بنشینی. این اسلام حقیقی و این اسلام آمریکایی است که اکثرا مردم خب حالا دوستمون اشاره کردن ما در مدرنیته قرار داریم، ما هم خواهان مدرنیته هستیم. الحمدلله ما جلوگیری از این چیز نکردیم. از خانم‌ها اشاره کردن، خانم‌ها کسانی که در دفاتر دولتی کار می‌کردن، یک تعدادشون هم کار می‌کنن، در شفاخانه هستن، مکاتب هستن، و یک تعدادی که در ادارات دیگری بودن، اونها در خانه‌شون نشستن ولی ماشون در جلوی خانه‌شون تسلیمشون داده شد. هیچ گونه توهین تحقیر برای هیچ کس نیست. ما در خدمت مردم تمام مسئولین قرار دارن. الحمدلله.